سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدیم با پارت 2 از بوک زمزمه عشق. من دیگه حرف اضافه این نمیزنم، بریم سراغ پارت. میتسوکی گفت دارم میام تو. میتسوکی تروا کرد و با کاتسوکی و شخص موسبزی که توی وان افتاده بود روبرو شد. یک نگاه به سر شخص موسبز انداخت و خب سرخ شد. دست کاتسوکی رو گرفت و از حمام بیرون کشید. در حمام رو بست و رو به کاتسوکی گفت اون کیه؟ چطور انقدر شبیه ایزوکو؟ نکنه خودشه؟ و بدون اینکه فرصتی برای جواب دادن به کاتسوکی بده توی گوشش زمزمه کرد چرا لخته؟ نکنه تو؟ کاتسوکی که گوشهایش داغ شده بود مادرش رو هل داد و داد زد من کاری نکردم بیری. حرفا میزنی؟ ایزوکو 15 سالی میشه که مرده، چطور میخواد زنده بشه؟ میتسوکی نفس عمیق کشید و سمت در حمام رفت که کاتسوکی پرید جلوی در. کاتسوکی گفت پیری میدونی چی شده؟ یکی دیگه توی دریا غرق شده و جنازش توی ساحله. مگه تو و هاکو نباید الان اونجا باشی برای فیلم برداری؟ میتسوکی یک دفعه هول میکنه و میگه ای وای، نباید این فرصت رو از دست بدم. به سمت ماسارو میره و اون رو میبوسه و میگه عزیزم من باید برم، بعدا میبینمت. ماسارو دستی بر میتسوکی تکون میده و جلوی تلویزیون میشینه. کاتسوکی فوراً داخل حمام میره و به ایزوکو نگاه میکنه. ایزوکو با 2 پای انسانی و همون چیزی که خودتون میدونید توی وان نشسته بود و کاتسوکی سعی میکرد بهش نگاه نکنه. کاتسوکی گفت میرم برای لباس بیارم و بعد غیب میشه. ایزوکو در ذهنش میگه یعنی اینقدر بده؟ چند دقیقه میگذره. کاتسوکی لباس ها رو جلوی در و حمام گذاشت و گفت زود بپوش بعد بگو بیام تو. در حمام رو که بس ایزوکو از وان بیرون رفت و سمت لباس ها رفت تا همونطور که کاتسوکی گفته اونها رو بپوشه، ولی سر خود و با سر زمین خورد. صدای تق برخورد از سر ایزوکو به سرامیک حمام باعث جلب توجه کاتسوکی شد. کاتسوکی در وا کرد و با ایزوکو روبرو شد که روی زانوهاش افتاده و دستش رو به خون روی سرش میکشه و ناله میکنه. کاتسوکی هوفی کشید و سمت آشپزخونه رفت و جعبه کمک‌های اولیه رو برداشت و خوشحال بود که پدرش جلوی تلویزیون خوابش برده بود. کاتسوکی تیشرت خودش رو که برای ایزوکو بزرگ بود و تا زانوهاش رسیده بود رو تنش کرد. شلوارک رو به ایزوکو داد و گفت خودت بپوش و ایزوکو هم شلوارک رو پوشید و در حالی که متوجه نمیشد چرا کاتسوکی رویش رو سمت دیگری کرده. بعد زخم روی سرش رو پانسمان کرد و شروع کرد به دستور دادن به ایزوکو. کاتسوکی گفت بلند شو. ایزوکو سعی کرد بلند بشه، پس دستش رو به لبه وان گرفت که سر خورد و داشت میافتاد که کاتسوکی اون رو گرفت. کاتسوکی گفت دست با چلفتی، از حالا به بعد میاد میگم دکو. ایزوکو گفت دیکو دیگه چیه؟ کاتسوکی به سر خود میکوبه و میگه یعنی بی ارزه‌ای مثل تو. که یک دفعه یاد ایزوکو 4 ساله افتاد که هولش میداد و با تمسخر بهش میگفت دکو و اشکای روی چشمهایش رو نادیده میگرفت. ایزوکو 4 ساله با گریه گفت کاتشان تو خیلی بدی. کاتسوکی 4 ساله گفت که من بدم، الان نشونت میدم. بعد حسابی ایزوکو رو کتک زد به طوری که زیر چشمش کبود شد و لبهایش خون مرده شد و هر وقت گریه میکرد دردش بیشتر میشد. کاتسوکی با صدای ایزوکو به خودش اومد و ایزوکو گفت کاتسوکی چرا من باید دکو باشم؟ دکو خیلی چیز بدیه، مگه اسم من زشته؟ کاتسوکی گفت بیخیال شو ایزوکو چیزه، ولی حرفش هنوز تموم نشده بود که ایزوکو خیلی جدی و مصمم گفت نه، من دکو رو دوست دارم. به نظر من معنی بیارزه نمیده، معنی مهم بودن رو میده. یعنی من برای تو مهمم، چون هیچ کس دیگه من رو دکو صدا نمیزنه. کاتسوکی همی به ایزوکو زل زد. بعد که تازه متوجه لرزش بدن ایزوکو شد از زیر بغل ایزوکو گرفت و سعی کرد به ایزوکو کمک کنه که بیسته. همونطور که ایزوکو نگه داشته بود گفت تو چطور اون کارو کردی؟
ایزوکو با قیافه گیج گفت کدوم کار؟ کاتسوکی گفت چطور یک آدم نفله شدی؟ ایزوکو کمی فکر کرد و گفت نمیدونم یکویی شد. بعد دستشو به گردنبندش کشید و گفت ممکنه کار این باشه.